روز 29 اوگوست وزارت دفاع آمریکا نوار حمله هوایی را به یک خانه در کابل نشر کرد. در این ویدیو دیده می شد که یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی خانه را در نزدیکی فرودگاه کابل برای چند دقیقه زیر نظارت گرفته است. هدف یک ماشین کرول است. بعد چند دقیقه هواپیما ضربه می زند. نیویورک تایمز پس از دریافت شکایت از فرماندهی مرکزی آمریکا به این ویدیو دست یافت و آن را هفته گذشته در وبسایت خود نشر کرد. 10 عضو یک خانواده از جمله 7 کودک در حمله کشته شدند. مقامات آمریکا آن زمان گفتند که داعش می‌خواست از آن خانه به فرودگاه کابل حمله کند، اما پنتاگون بعداً این حادثه را اشتباهی غم‌انگیز خواند. 10 عضو فامیل خود را معزز دادیم که همیشه ما به نوع هر روز ما دیگه یاد کردن اماس جگرخونی است درباره همین 10 عضو فامیل. حمله هوایی آمریکا چند روز پس از حمله به فرودگاه بین المللی کابل انجام شد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیش از 170 کس از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شدند و 150 تن دیگر زخمی گردیدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگرد اولین ریاست جمهوری خود در کاخ سفید گفت از کشته شدن نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل متاسف است، ولی افزود که اگر سربازان از افغانستان بیرون نمی شدند باید تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور می فرستادند. اگر بیرون نمی شدیم باور این بود که باید نیروهای بسیار بیشتر به افغانستان می فرستادیم. حالا درباره بی‌صلاحیتی طالبان احساسی بد دارم؟ بله دارم، اما همچنان درباره خشونت در شرق کنگو حسی بد دارم. درباره خیلی چیزهای دیگر در سراسر جهان ناراحت می شوم، اما ما همه مشکلات را حل کردن نمی توانیم. نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در پایان ماه اوگوست سال 2021 پس از 20 سال حضور از افغانستان بیرون شدند. اگرچه ماموریت نیروهای ناتو در سطح بین المللی زیر سوال رفت، اما ایالات متحده کمیته را تعیین کرد تا بررسی کند که آیا آنها در افغانستان موفق بودند یا نه.